مقامات تاجیک از داروخانه‌های کشور صدها دانه حب و داروهای شهوت برانگیز و نیرودهنده برای مردم را مصادره کردند. آنها گفتند که اکثر داروها از چین و هند و پاکستان وارد شدند، صفت پست دارند و در صورت بی‌اهمیتی می‌توانند به مردم زیان جدی برسانند. طی 2 سال اخیر نامگوی چند دارو و ملهم برای افزایش نیروی مردی در تاجیکستان طریق شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مخصوص تبلیغ می‌شود و فروش آنها در داروخانه‌ها آزاد است. مسئولان خدمات نظارت فارماسیتی وزارت تندرستی میگویند در پی عملیات از داروخانه‌های کشور حب‌های شهوت برانگیز به مثل تونگات علی پلاتینوم، ویچنه مولودست، اتواژنی پلکاودیس و ژنسکا ویاگرا مصادره شد. فشار بلند قبل از همخوابگی با همسر شمس‌الدین جوان 34 ساله تاجیک را از پای افکند. خانواده‌اش فوری ماشین یاری تجلی دعوت کردند و او را بیمارستان بردند. پزشکان معلوم کردند که جوان بر اثر استعمال داروی شهوت برانگیز به چنین حال دچار شده است. شمس‌الدین در 27 سالگی ازدواج کرد ولی بنابر فرزنددار نشدن سال گذشته از همسرش جدا شد. از ازدواج با همسر دوم 3 ماه گذشته است. او روز 10 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت از یک دوستش در روسیه درباره داروهای شهوت برانگیز شنیده بود و خواست آن را تجربه کند. وی گفت پیش از همخوابگی خواستم یک تبلت که بخورم، خوردم، بعد 5 دقیقه دردی سر شدم، خیال کردم سرم میکفد، زود به بیمارخانه آوردند، گفت او. این جوان اعتراف میکند که ضعف کمر دارد ولی تا به بیمارخانه افتادن از صحبت درباره این موضوع شرم می داشت. وی گفت مردم ما هزار آوازه میکنند، برای همین میترسیدم به دکتران مراجعت کنم، حاضر طبابت را سر کردم. ضعف کمر یا پست بودن قوه شهوانی در جامعه تاجیکستان برای مرد شرم محسوب می شود. از این رو به گفته پزشکان مردان تاجیک تلاش میکنند مشکلشان را پنهان دارند و یا با استفاده حب‌های شهوتزا موقتا خود را از خجالت بیرون کشند. خدمات نظارت فارماسیتی نزد وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید کسی از زیان دیدن از این نوع حب‌ها با آنها شکایت نکرده است، ولی در پی یک سنجش آنها صدها حب را از فروش بیرون کردند. با مراجعه رادیو آزادی در خدمات نظارت فارماسیتی وزارت تندرستی گفتند که سنجش نشان داد بعضی از داروها مواد کیمیایی دارند و بعد از تشخیص معلوم شد بعد طلبات جوابگو نیستند و از معاملات برداشته شدند. در داروخانه‌های تاجیکستان چند نمود از حب‌های شهوت انگیز بدون توصیه دکتران فروخته می شود. این داروها را از چین و هند و پاکستان وارد می کنند. سید اسکندروف پزشک تاجیک میگوید اصلا با توصیه دکتر استفاده این نوع داروها به مردای از 50 ساله بالا توصیه داده می شود، ولی حالا به نظر می رسد که میان جوانان نیز استفاده آن معمول شده است. طبیب تاجیک گفت اکثر مردان تاجیک پرستاتیت دارند. بعدا مشکل همخوابگی با همسر پیش می آید. به جای مراجعت به دکتر و طبابت درست آنها رفته از داروخانه حب شهوتزا می خرند. این نوع حب موقتا شاید کار مرد را خوب کند ولی زیانی زیاد دارد، میگوید طبیب تاجیک. مولا ظهور طاهری طبیب مردمی و مؤلف کتاب اسرار زناشویی میگوید اکثر آنهایی که از حب‌های شهوتزا استفاده میکنند به مشکل صحتی گرفتارند. به من بسیار جوانها مراجعت میکنند که عائله دار شدند ولی با همسرشان همخوابه شدن نمیتوانند. با آنها برخی از چنین حب‌ها را توصیه میدهند، لیکن آنها را به این هم طبابت کردن ممکن است، میگوید طبیب تاجیک. تا به حال آماری کاملی درباره تعداد گرفتاران ضعف کمر در تاجیکستان وجود ندارد. مقامات تنها سال 2012 گفتند که به پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مامادایگی نزدیک به 900 مرد با مشکلات جنسی مراجعت کردند و تشخیص طبی معلوم کرده است که بیشتر از 600 نفر آنها به ضعف کمر گرفتارند.